های گلومی وای گل باب دلومی های گل چه خوبه بیایی بره بالا به خندون گلومی وای گل جون دلوم های گل. تنها خواننده‌ای که تو ایران 10 کشور اروپایی محلی خون از یه روستایی بلند شه بره آلمان، ژاپن، کانادا، شوروی، فرانسه، تمام کشورها، پرچم ایران ها، تمام دنیا تا بده بیاد، بعد مثلا شروع بگم مستاجر باشه. من 35 ساله دارم میرم رو سن. ولی خیلی ساله که کاست دیگه بیرون ندادین، منتشر نشده. چجوری بخونم ها؟ یه تصنیفه دیگه ماشاءالله همه استادن. بله. 6 دقیقه‌ای 20 ساعت چی؟ ضبط نیاز داره. من یه کاست 1 ساعتی را بله 2 ساعت خوندم. بسیار عالی، تشویق به خدا. نه بو کوربی به خدا بو کوربی ذوقی نه. وی صدای قر فولادی میایه، صدای دلبر جونی میایه، بیاری نشکر با مغز بادم. درود به همه شما مخاطبای عزیز، امیدوارم که عالی باشین. خوش اومدین به یکی دیگه از قسمت‌های برنامه گفت و لفت. همونطور که میدونید این برنامه توی کافه هومسا توی یکی از محله‌های قدیمی اصفهان داره برگزار میشه. علاوه بر شما عزیزانی که از طریق رسانه‌های جمعی ما رو میبینید، عزیزانی هم اینجا در جمع ما حضور دارن. خوش آمد میگم به همشون. و همونطور که در قسمت اول هم گفتیم خدمتتون، این برنامه یه قرار صمیمیه که برای فرهنگ ایل بختیاری تشکیل شده و اتاق فکر این برنامه که آقای علیپور بودن از روز اول دغدغه‌مند بودن که برای ایلشون یه حرکت فرهنگی ماندگار انجام بدن. به همین خاطر از هنرمندای هر هفته دعوت میکنیم میان که مسیر زندگیشون الهام بخشه، نه فقط مسیر هنریشون بلکه چالش‌های زندگیشون هم الهام بخشه برای همه ما. و مثل هفته گذشته این هفته هم مهمان عزیزی داریم، هنرمندی که سالهاست مردم باهاش خاطره دارن، ترانه‌های نوستالژی ایلش رو میخونه و ارتباط بین تاریخچه ایل بختیاری رو با نسل‌های مختلف برقرار نگه داشته، با صدای گرمش و با شخصیت ماندگارش. خانم ها آقایان، در خدمت جناب آقای نریمان فاضلی هستیم. خیلی خوش اومدید. ممنونم. سلام عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز و خیلی خیلی خوشحالم که امشب تونستم در خدمتتون باشم. عزیزین خیلی خوش آمدین. عزیزم، شما در گذشته در زمینه ورزش و زورخونه فعالیت می‌کردید. بله. رسیدید به هنر و موسیقی. اصلا چی شد؟ از کجا شروع شد؟ یکم درباره خودتون بگین. اول جوونیامون خدمتتون عرض کنم که با برادرم قهرمان کشتی کار میکردیم. بله. مربی بندم قبلا برادرم بود، همون قهرمان. بنیانگذار کشتی فارسونم قهرمان بود که با هم شروع کردیم. 14 سال کشتی فارسونا با هم اداره میکردیم. مربی کشتی جوانان بود، منم مربی کشتی نوجوانان. بسیار عالی. همین در طول همین 14 سالی که با هم به قول معروف کار میکردیم، من علاقه خیلی زیادی به باستانی داشتم. بله. بزرگان اومدن و صحبت کردن و گفتن که شما صداتونم خوبه، بیاین یه دوره مرشدی ببینین شهر کرد و باستانی هم راه بندازین. منم که علاقه داشتم، مخصوصا دوست داشتم اون کشتی پهلوانیش هم تمرین بدم که همین هم شد. اومدیم و به قول معروف چندین سال کار کردیم، یعنی 7 سال کار کردیم و یه دوره مرشدی هم گذاشتن تهران برامون. 250 تا مرشد بودیم که 9 تاش از استان چهارمار بختیاری بود. ما رو دعوت کردن رفتیم اونجا و
هنرجو ممتاز کشور شدیم. بسیار عالی. حکم هم گرفتیم و اومدیم و چندین سال باستانی کار کردیم. از اونجا باستانی کار کردیم، در ضمن آوازم کم کم 10 تا از دوستان که دور هم نشستیم من هی یه زمزمه میکردم. یعنی چند سالگی؟ 17 18 سالگی 19 سالگی از اون سن دیگه شروع کردم. در اصل بخوام حساب بکنم من پدرم علاقه خیلی شدیدی داشت به خوندن. چطوری بگم؟ اگه بگم از 8 سالگی من شروع کردم به خوندن شاید باورتون نشه. بله. شروع کردم به خوندن تا زد و به قول معروف تو سن 21 سالگی از اداره کل استان چهارمال بختیاری ما رو خواستن. موبایلی که نبود. بله. با تلفن زده بودن شهرداری پارسون. شهرداری پارسون برادرم اونجا بود. گفته بودم به برادرت بگو بیا فردا به قول اداره کل میخواییم کارش داریم صحبت کنیم باش. برادرم به ما گفت برنامه چیه؟ تو چیکار اون قسمت ها داری؟ رئیس حراست اونجا خواستته. گفتم خب رئیس حراست بخواد مشکلی که نیست، میرم. رفتیم اون شهر کرد که اون استان چهارمال بختیاری. بله. آقای تیموری اونجا بود رئیس حراست. گفت آقای فاضلی زمزمه شده تو خود پارسون و میزدج که شما صداتون خوبه، باستانی هم داری الان تمرین میدی و چندین سال داری کار میکنی. من یه خواهشی ازت دارم. گفتم بفرما. گفت شما با استاد علی اکبر مهدی پور نوازنده سرنا و علی حیدری هم ضرب میزنه هم دهل. با این آقایون 1 ماه باید توی اتاقک تمرین کنی. برای چه برنامه‌ای؟ برای 10 فصل. چه سالی بود؟ فکر میکنم دهه 60 بود. درست میگم؟ حدوداً. برای صدا و سیما. درسته؟ آره. گفتم باید اینجا تمرین کنید و هر استانی 1 کاست بله. باید بده ببره برای تالار وحدت تهران. برای چی؟ تایید میکنن که بعد باید برید برای به قول تهران برای جشنواره برای 22 بهمن. همه کل ایران کل قومیت ها تقریبا 100 تا 200 تا خواننده میمدن. گفتیم چشم. گفت باید کار کنی تا میدونی ها اینی که میگم ها. گفتم باشه آقا میای. 1 ماه هی خوندیم و هی دادیم به قول معروف حراست میگفت نه اینجاش خوب نیست، اینجاش به درد نمیخوره، اینجاش پلنش قبل از اینکه ارسال شه به تالار وحدت. آره دیگه این باید اینجور باشه. اینجا گفتی پللت، اینجا گفتی موت فلان شده، اونجا گفتیم چشم. هی عوض کردیم و تا آخرش 1 کار از ما ضبط شد و رفت برای تهران و 1 ماه گذشت. یعنی از استان چهارمال بختیاری 1 کاست ده کردی رفت، 1 کاست بختیاری رفت. بله. و 1 کاست قشقایی، ترک بله. قشقایی. بله. استان چهارمال بختیاری میدونید که 3 تا قومیت هستن. درسته. رفت و 1 ماه گذشت. بعد 1 سال 1 ماه گفتن آقا 22 بهمن دعوت شدید 15 روز در تهران برنامه اجرا کنین. داورا هم نشستنه که میخوان امتیاز بدن دیگه به کاستاتون و اجراها زنده. بله. گفتیم باشه. پس تایید شدیم بریم. کارمون قبول شده. گفت بله کار قبول شده بریم. ما 3 نفر برداشتیم رفتیم و موقعی که رفتیم هتل بزرگ تهران دیدیم الله اکبر ماشاءالله همه نوازنده و خواننده بود. یعنی چطور بگم
5مین جشنواره دهه فضل بود. ما رو دعوت کردن، رفتیم اونجا. سال 68 لری بختیاری من تو ایران اول شد. بسیار عالی. 5 سکه بهار آزادی اون موقع من گرفتم. برگشتیم، به قول معروف اومدیم شهر کرد یه برنامه برای ما گذاشت، برای مردمو که ما رو معرفی کنه به استان که آقای خواننده مقام آورده تو ایران، نفر اول شده و یه اجرا هم کرد. 15 شب اونجا، یعنی 30 تا اجرا ما اونجا تهران انجام دادیم. اونجا مقام اول آوردیم و اومدیم. سال 68 سال 68 سال 70 اولین کنسرت من آلمان دادم. آلمان؟ بله. کدوم شهر؟ نمیدونم، یعنی واقعا دیگه حضور خیلی وقته. آره الان 57 سالمونه قربونت برم. خدا حفظتون کنه. آره اون موقع ولی خوب موندیم، خیلی جوون بودیم، خیلی عالی. رفتیم آلمان. اولین کنسرتمون 1 ماه ساز، دهل با سرنا، هم کرنا بله. هم سرنا، به خوانندگی ما. خیلی عالی. آره اونجا خاطرتون هست چه آهنگایی میخوندیم اون زمان؟ تو زکوبیو بلم موزه برفته. پس امشب برامون حتما خلاصه کنم براتون. من سال 68 لری بختیاری تو ایران اول شدم. سال 70 اولین کنسرت هم آلمان و ژاپن و کانادا و شوروی و فرانسه و 4 سال هم فستیوال جهانی دبی بودم که اصلا ایران نیومدم. بسیار. هر سال از اداره کل استان چهارمحال بختیاری گروه میمد اونجا و ما اجرا میکردیم. باعث افتخار. دست براشون بزنیم. عزیز ممنون. خیلی عالی. چه جور بگم، تنها خواننده‌ای که 10 تا کشور اروپایی کنسرت داده و ولی دلتون به نظر میاد پردرده. چجور بگم سید؟ هر جور راحت. تنها خواننده‌ای که محلی خون، میگم بختیاری هستن. بله. محلی خون، حالا هر قومی، هر ایلی، هر زونی، هر زبونی، هر چی. بله. تنها خواننده‌ای که تو ایران 10 کشور اروپایی محلی خون از یه روستایی، از یه شهرستان کوچیکی بلند شه بره آلمان، ژاپن، کانادا، شوروی، فرانسه، تمام کشورها، پرچم ایران، تمام دنیا تا بده بیاد، بعد مثلا چطور بگم مستاجر باشه یا چجوری بگم اصلا حق ما داده نشد، به هیچ عنوان داده نشد و نخواهدم داده شد. و من از اینایی که واقعا تازه شروع کردنه، جوونن، تازه میخوان شروع کنن یا شروع کردن میخوان بخونن، من ازشون خواهش دارم خوندن شغل دومشون باشه، نه شغل اول. شما شغل اول؟ من شغل اولم بود. تنها خواننده که شغل اولش بود زمین خورد من بودم. نمیخوام هم بگم کارام هم اون موقع خیلی هم خوب بوده. چبیل نوار سال شناخته شد قربان. چبیل سال 72 خوندید؟ بله. پشت سر چبیل من عشقلو را خوندم، بله. ریگوشون را خوندم، لیلی را خوندم، درد دل را خوندم، 5 کاست. ولی خب حق ما داده نشد. هر کاست چند تا ترک بود؟ 8 تا. بسیار عالی. آره. اما ناراضی؟ بله ناراضیم. چرا؟ چون که نه مردمم، نه قومم، نه ایلم حمایت هم نکردن.
چرا؟ اونش من نمیدونم. اگه میدونستم بهشون میگفتن حمایت کنید. واقعا حمایت نکردن. آقای استاد اسدپور، ما با هم خیلی اجراها داشتیم و خیلی با هم دوستیم. بله. کاملا در جریان مسیر زندگی و هنریتون هستن. بله هستن. اشاره کردیم به روستا. بله. کدوم روستا به دنیا اومدین؟ من شهرستان فارسون. شهرستان فارسون. بله شهرستان فارسون. چهارمحال وقتی. بله مثلا به عنوان یه فارسونی، به عنوان یه فارسانی، بله. مثلا انتظار داشتم خود مردم فارسان حمایت کنن، ولی خب حمایت نکردن. به هیچ عنوان حمایت نکردن. من یه تصنیفی قد تصنیف خوندم، یه تصنیف به قول معروف، اولا که من تصنیفایی که خوندم کارا خودمه، مال آهنگاش مال خودمه. میتونم خواهش کنم همین الان یکیشو اجرا کنم؟ کارا من در خدمتتون هستم. من کار کسی را بر نداشتم کپی کنم بخونم، هرچند که الان خیلی هم خوشحالم البته با کارام دارن کپی میشن. بله. خب برصورت با سازهای مختلف. من مثلا اومدم زمینامون ترک ترک رو زخمامون نزار نمک بزار بزنه نم نم بارون بزار تازه روح بیابون وای گلم گلم گل بیخارم ز دوریت زار و بیمارم. اینا الان من با یه ساز و دهل من خوندم. اینا یه تک ساز، یه ساز وحشی، یه ساز بدون پرده، من اینا اجرا کردم با او سرنا، با او ساز. ولی خب خیلی هم خوشحالم الان همون آهنگ، همون ریتم، همون وزن، همون قافیه داره الان با بهترین ارکستر نواخته میشه و با بهترین ارکستر دارن میزننش. بله. خیلی هم خوشحالم، خیلی هم خوبه. اون موقع یه نواری ما میخواستیم بخونیم، اولا صدا باید صدا باشه. درست. الان نمیتونی بری استادیو، مثل الان نیست. الان دیگه دست الان میشه. بله. ما میخوندیم رو ریل. ریل ای بود. اول روی ریل اینجوری ما میخوندیم، میکس میشد روی یه ریل ایقدی، باز میکس میشد روی یه ریل باریک‌تر، بعد از روی اون میکس میشد رو کاست، میشونن کاست مادر. بله. یه دونه کاست تا شرکت میذاشت رو دستگاه و شعر و شعر و شعر و شعر میریختن بیرون و به قوله تکثیر میشد. ولی الان ماشاءالله دیگه اولین آلبومتون یا حالا کلا چویل. بله. آلبوم چویل یادتونه چند تا نسخش فروخته شد و چند تا نسخه تکثیر شد؟ به قدری فروخته شد، اینجور بهت میگم، نوار سال شناخته شد، هم از لحاظ فروش، پر طرفدارترین، پر فروش ترین نوار بختیاری سال 72. خب با اینکه اینقدر پرفروش بوده، پس چطور از نظر اقتصادی به اون جایی که باید میرسیدین نرسیدین؟ درسته. روزی که قرار بود ما بریم، ما داشتیم با استاد کار میکردیم، جشنواره رفته بودیم، تو ایران مقام آورده بودیم با استاد علی اکبر مهدی پور، برنامه ها رو هم میرفتیم. یه روز آقای مهدی پور زنگ زد خونه ما، گفت که یه خواننده ای را شرکت گلبانک بختیاری دعوت کرده، یه کاست میخواد پر کنن از یه آقا، تو هم بیا با هم بریم استادیو چیه. ما که نرفتیم استادیو هنوز، بریم برنامه چیه. اون موقع ما بله 20 سال گفتم باشد منم میام، بلیط که میخوای بگیری 3 تا بگیر. گفت باشد میگیرم. گرفت و ما رفتیم اونجا و شب نشستیم تو اتاق دور هم که فردا قرار بود وقت گرفته بودن، ساعت گرفته بودن، ساعتی
اون موقع هم خدا تو من پول میدادن بله. استادیو، مثل همین الان هم که ماشاءالله پول خوبی میگیرن، ما نتونستیم دیگه بخونیم. گفت که استادیو برنامه‌ریزی کردن و گفتن یه تمرینی داشته باشیم، فردا هم ساعت 9 باید بریم استادیو. رئیس شرکت و همه نشسته بودن اونجا، گفتن بخون. شروع کردی آقا به خوندن، من این نگاهش میکردم. گفتن رئیس شرکت هم این سید جلال هاشمی هستش الان، خدا هزار سالش کنه، دست خیلی هنرمند داره. اون موقع صداها گمنامو بلند کرد. خون برگشت نگاه من کرد، گفت شما با آقای مهدی پور اومدی؟ گفتم برای من با استاد مهدی پور اومدم، من خواننده‌شم. گفت چجور میخونه؟ گفتم من یه آدمی هستم، البته عرض میخوام اینا خدمت عرض کنم، خیلی رک. بله خیلی رک. گفتم من اگه جای آقا بودم نمیرفتم استادیو، نمیخوندم. گفت چرا؟ گفتم اصلا نمیتونه بخونه. ببخشید استاد بزنید. شروع کرد ساز و زد و من های گالومی وای گال باب دلومی، آی گال چه خوبه بیایی بره بالا بخندون گالومی، وای گال جون دلوم، آی گال یادمون یادت بیا او عهد و پیمون گالومی، وای گال جون دلوم، آی گال وای گالومی وای گال ناز دلوم، آی گال. اینا زد. 2-3 تا دیگه هم آهنگ پشت سرش من خوندم. البته اینا به این لحظه یه دفعه برگشت نگاهش کرد، گفت ببین گفت تو نمیخوای بیای بخونی، تو بیا استادیو بخون جاش. گفتم نه من اینجور قبول نیست، من نمیام. گفت نه. اونم بلند شد، صورتمو بوسید، گفت آقای فاضلی، گفت هرزه عباسی اون بختیاری خون، گفت هرزه عباسی تو خیلی بزمای خونی، خود تو بره بخون، پس ما برم بخونم. گفت ناراحت نیبوی خور، گفت نگم تو خیلی افتضاح خونی. بیام گفت تو خیلی روکی. گفت خب با چی خونی؟ تو چند سالشون بود؟ و هم یه 20 و هم بزرگتر بی ذوقشون کور کردن دیگه. او 25 سال است. نه با کور بی. به خدا با کور بی ذوقی نه. با 25 سال است بی، مو 22 سالم بی. گم حالا یه چیز گاه گو کارت همه چی گم، همه چی 8 تا تصنیفی چایه آماده، تنظیمایده، اوکی. اداره کل استان چهارمار بختیاری هم تاییدشون گرام. فقط گوشران اوردی از این خود گم همه چیه آماده، فقط این آقا بزنه ما بخونم. گو چندی سونی؟ من مدونه دونم. گم 100 تومن. قیمت رو پایین گفتین به نظرتون؟ اون موقع بهش کم 100 تومن حقیقتش نداره. آره. گم 100 تومن. گو یه چیز کم نکنی گم ارخواستی. این کارو 100 تومن ما هم خونست. گاله بیا بریم استادیو بخونیم. ورداشتیم رحم استادیو. گفتم استادگاه، گفتم موقعی که میخونم هوا من هم داشته باش. آقا میدونی سازی ها اینا که ساز میزنن سرنا میزنن نمیدونم چه خصلتی دارن. نه به قول معروف فکر کنی که یک نفری جوره همه همینجورن، هیچ اجازه به خواننده نمیدن، هی میخوان خودشون ساز بزنن. گفتم میخوایم کاست پر کنیم. آقای مهدی پور استاد جان میخوایم کاست پر کنیم همونجوری که من تنظیم کردم همونجور. گفتم میشه یه جوری استادیو بندازی یه روز عقب؟ گفت آره. زنگ زد و یه روز انداختن عقب. گفتم امروز من بهت میگم چه کار بکن،
میچینم تصنیف ها را خوشگل، تو هم که آمادگیشو داری با هم میزنیم میریم استادیوم میخونیمشون. گفت باش. من چیدمشون و فردا رفتیم. شاید باورت نشه یه تصنیف الان، یه تصنیف 6 دقیقه‌ای 20 ساعت استادیوم میخواد آقا. یه تصنیف دیگه ماشاءالله همه استادن. بله. 6 دقیقه‌ای 20 ساعت چی؟ ضبط نیاز داره. ضبط نیاز داره. من یه کاست 1 ساعتی را بله 2 ساعت خوندم. بسیار عالی. تشویق به خدا. الان رئیس شرکت هستش، بپرس. یعنی او آقایی که داشت صدا ضبط میکرد منوچهر ریاحی الان آلمانه، تو استادیوم آلمان داره کار میکنه. گفت خدا وکیلی یه نفس ضبطش کردی، تو عین موتور هوندا هرچی داغتر میشی تندتر میری بهتر میخونی، صدا تیز نمیگیره. گفتم خوب دیگه خدا دادی صدا، نرفتیم یه خورده بهش حال بدیم که به قول معروف بگیم بابامون وضعش خوبه و بریم یه دوره‌ای ببینیم و بعد بریم کاستی بخونیم و بعد فلان بشه. نه، خدا یه صدای وحشی بهمون داده، با یه ساز و دول کاست پر کردیم. خیلی عالی. نوارم آقا اومد بازار گل کرد، چویل و او گل کرد و ما هم گل کردیم، اما جیبتون صدا نکرد. ولی جیبمون صدا که نکرد هنوزم صدا نکرده. حالا دیگه نمیدونم جریان چیه. داشتم اینو خدمت عرض میکردم. من کاست‌ها رو که خوندم یه 3 زبانه خوندیم برای تلویزیون. چه زبانهایی؟ بختیاری و بختیاریشا من خوندم. بله. دهکردیشا هاشم حبیبیان خونده، ترکیشا مسلم جهانپناه. بله. 3 تا خواننده میریم رو سن پشت سر هم به قول معروف با هم یه اجرای خیلی قشنگیه. و ای ایرونا خوندم بازم برای تلویزیون و چند تا دیگه هم بازم تصنیف زوالا برای تلویزیون خوندم و چند تا تصنیف هم خیلی خوندم. ولی از همه اینا گذشته یه دونه تصنیف خیلی خیلی دلم میخواست بخونم که از تالار وحدت تهران خواستنم 2 سال پیش تو حرم امام رضا. بله. اجراش کردم، شاید تو فضا مجازی اکثرا گوش داده باشن اینا، و خودم دف زدم. اون موقع تصادف نکرده بودم، الان میبینید نمیتونم بشینم، گردنم شکسته که خوب نمیتونم نگاهتون کنم، دستم هم از کار افتاده. ای بابا. بله. امیدوارم بلا دور باشه. لطف داری شما. رفته بودم برنامه داشتم اومدم بعد زندان دستگرد، خلاصه با درخت شاخ به شاخ شد. درخت ندید. آره درخت ندید و خلاصه ما هم ندیدیم. اشکال نداره. عیش. باز خدا رو شکر سالمی. خیلی دوست داشتم تو حرم امام رضا من یه تصنیف بختیاری با گویش بختیاری برای امام رضا خوندم، خودم هم دف زدم. تو خود حرم ضبط شد، پخش شد، ولی به من اونجا قول دادن که چی ارکستر بزنن روی تصنیف و نذاشتن، ولی همینجور به همون دفعه پخشش کردن. من خیلی دلم میخواد یه بزرگواری کنه، اسپانسر بنده بشه. هزینه هم زیاد نداره که بگه خیلی هزینه داره، 35 تومن 40 تومن هزینه داره. یه نفر یه بختیاریه، یه پیا به درد بخوره، یه گوی، یه نمونه چطوری بگم، پیدا به تصنیف امام رضا ما ضبط بکنیم. چند شرکت ما ردم کردم مثل لوری و حواست بوه. چند تا شرکت رفتیم گفتم آقا این تصنیف برای امام رضا من میخوام بخونم و به اسم شرکت شما برای شما بله میخوام بخونم. حالا کارا بدید گوش بدیم و فلان، با ما زنگتون میزنیم. نزدن هنوز.
خلاصه خیلی جا رفتیم، خیلی کم لطفی کردن و این کار رو ما ضبط نکردیم، ولی خیلی دلم میخواد این تصنیف ضبط بشه. بسیار عالی. چون که واقعا دوست داریم بخونیم؟ ارادت خیلی خاصی به امام رضا دارم، بیش از حد، بی نهایت. و دلم میخواد این تصنیف ها شعرش ها خودم گفتم، خودم تنظیمش کردمه، خودم همجور اجراش کردمه، ولی خیلی دوست دارم ای بشه. امیدوارم که دوست داریم با گروه ارکستر ضبط بشه، منتشر بشه. بله، همینجور خونده شده تو حرم، بله، ولی خب باید با ارکستر خونده بشه، گروه کور. یو مکهونم دیر حرمت، دلم دادم به کرمت، ایخم بیام دور ورت، کنم دعا من حرمت. ای گل خوشبو امام رضا، زامن آهو امام رضا. ای گل خوشبو امام رضا، زامن آهو امام رضا. توی دونی کجای خم برم، توی دونی خم چه کار کنم، ای خم موسیقمون تراد، یه خورده گندم بوارم. ای گل خوشبو امام رضا. خیلی مسیر پرفراز و نشیبی داشتین از لحظه‌ای که استعدادتون کشف شده، از مسیر ورزش اومدین به موسیقی. آقا به ما نظرتون تو کلومت ما هی رفتیم ورزش، بله 70 تا کشیگیر داشتیم، تمرین میدادیم، بله دولت حمایت نکرد، گفتیم خوبی فایده نداره که بریم موسیقی. ازدواج کردیم ولش کن. اومدیم رفتیم باستانی، تو ایران حرف میزنیم، تو ایران حرف داریم برای گفتن، از استان چهارمال بختیاری، از یه شهرستان 250 تا مرشد آقا نشستن اونجا، داره تهرونی رفته رو سن، میگه ببین عزیزم ضرب ایجور میزنن و ایجور میخونن و باید به این صورت باشه. من میبینم این آقایی که رفته سردم داره نجاتی میخونه، سبک نجاتی. گلم عزیزم گلم رفتا، به جایش خار مانده، به من جور و جفا بسیار مانده. این جانم آقای سپرده طفل بی مادر به دستم، که اونم یادگار از یار مانده. این جانم زبون مادری منو او داره میگه. منم تو جمعیت نشسته بودم، 250 تا مرشد بودیم دیگه، نشسته بودیم، یاقم با زر پایین بود. من بیت دوم برگشتم جوابشو دادم، خیلی هم بهش برخورد. از تو جمعیت برگشتم، بیت که خون تموم کرد، سر بیتشو من گرفتم برگشتم جوابشو دادم، خیلی خوشگلتر و خیلی بحث خودش. گفتم این زبون تو با خودم گفتم این زبون مادری منه، من میتونم بخونمش، تو چی داری میگی؟ همونطور که من نمیتونم زبون تو را خوب عمل بیارم، تو هم نمیتونی زبون مرا خوب عمل بیاری. برگشتم جواب شدم، خیلی بهش برخورد. بعدشم گفت کی بود آقا، کی بود؟ ما هم جوون و 23 سال بلند شدیم گفتیم من هستم در خدمت. گفت بیا پایین ببینم، بیا پایین، بیا پسرم بیا پایین. اومد پایین، گفت برو بالا. رفتم بالا، گفت ضربا بردار بهشون بگو چیکار کنم. گفتم منم جسارتی نکنم. گفت نه والا. گفتم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفتم تو زهر بعض من میذاری، بعض من نمیخونی، شک نکن. گفت خوب بخون. خوندم و زدم و گفتم آقا اینجوره. خیلی هم بعدش خوشحال شد، با هم دوست شدیم و اومدیم اینجا مرشدی و آقا این کارم کردیم. دیدیم مردم حمایت نکردن، 7 سال عمرمونم گذاشتیم برای این، دیدیم این حمایت نشد. گفتن بریم تهران. برای چی؟ مسابقات
آواز. رفتیم اونجا مقام آوردیم، خوندیم، آلمان، ژاپن، کانادا، شوروی، فرانسه، تمام اینجا را یه خواننده محلی خوند، یه شهرستان بلند شده رفته تمام اینجا را خونده، بازم نشد آقا، عمرم هم رفت دیگه، نمیشه کاری بکنی. چرا الان هم صدای خیلی خوبی دارین، محبوبیت خوبی هم دارین و اکثر ترانه‌هایی هم که اجرا کردین خاطره ساز برای ایل بختیاری، درسته؟ شما رو به این اسم میشناسن بیشتر. ولی منم خیلی دوست دارم، من پرچم ایلما، ایرانما، دنیا تاب دادم، گفتم من ایل من اینه، زبون ما اینه، بی مریم اینه، همه جا رفتم گفتم، ولی اونا هیچ حمایتی از من نکردن، هیچ دست منو نگرفتن که بگن آقای فاضلی مشکلت چیه، کسی دست منو نگرفت. من 35 ساله دارم میرم رو سن. ولی خیلی ساله که کاست دیگه بیرون ندادین، منتشر نشده. چجوری بخونم آقا؟ اون موقع شرکت، اون موقع ما میخوندیم شرکت حمایت میکرد، یعنی هزینه را شرکت ها میدادن. کاست تا تو خونه میخوندی، میرفتی میگفتی کاست ها میدادی شرکت، گلبانک بختیاری، آقای کارو من دارم میخوام بخونم، گوش میداد میگفت چقدر؟ چندی؟ حالا چی؟ یه چیزی بهت میدادن و کار میکردی؟ کارو واگذار میکردی، میرفتی میخوندی. الان چی؟ الان یه تصنیف 6 دقیقه‌ای، یه کاست که هیچی، یه تصنیف 6 دقیقه‌ای که 40 میلیون هزینه‌اش میشه، بعدش هم نمیشه به قول معروف بفروشی کارا، پخش میشه، همون موقع استادیو که در اومدی پخش شد و تموم شد. پول اینو کی میخواد بده؟ کی میخواد حمایتت کنه؟ چرا حمایت نمیشه به نظرتون؟ نمیدونم، من ایراد دارم. نه، کل این مارکت اینطور شده یا برای شما اینطور شده؟ برای من اینطور شده، چون که من خیلی آرا یعنی میتونم بگم کل خواننده ها، یعنی بعد بهمن علاءالدین، بعد آبهمن منم، پیشکسوت‌ترین الان خواننده بختیاری بعد آبهمن منم. صحبت از استاد علاءالدین شد، اتفاقا یکی از سوالام این بود که از کی الهام گرفتین تو این مسیر موقعی که شروع کردین؟ اگه بگم شاید باورتون نشه، عشق لور منو خیلی از استادان گفتن و تهران، نه من، جویا بشید بپرسید. تنها کاست بختیاری که تو خونه استاد بهمن علاءالدین بود، عشق لور نریمان فاضلی بود. اینا قبول داشت. اجرا میکنید امشب برامون؟ ما اومدیم که دیگه در خدمتتون باشیم و هستیم هم. ولی خوب نمیدونم، من جلو از همه بخوام بگم بیشتر زحمت کشیدم. اون موقعی که من کاست میدادم، تمام خواننده ها در خود اصفهان کلاس آواز میرفتن. وضعیت اونا رو نگاه کن، وضعیت منم نگاه کن. بختیاری ها از خیلی ها، هنوزی که هنوزه، آقای اسدپور در جریان هست، دارن حمایت میشن، ولی من هنوز از طرف حزب بختیاری حمایت نشدم. حتی یه تصنیف 40 تومانی که بگم آقا فلان بزرگ بختیاری، فلان گوه بختیاری، فلان عزیز بختیاری اسپانسر بنده بیه و ای کاستون ما، این تصنیفونه، نه کاست که نیبود. 1 تومن، 1 میلیارد وای به الان یه کاست بخون. این صحبتو کردین، به نظرتون اصلا یه خواننده مردمی، به ویژه خواننده‌ای که محلی باشه، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ باید با مردم باشه. البته
یه خواننده صداش مردم میان طرفش، اونا هستن که باید تصمیم بگیرن، این نمیتونه تصمیم بگیره. اونا هستن که باید تصمیم بگیرن که به قول معروف حمایت بکنن یا نکنن. من نمیدونم، من بچه فارسونم، نمیدونم ما فارسونی ها بختیاری نیستی؟ من بعضی موقع شک دارم خدا وکیلی. مردم فارسون اونم بختیاری هم به قرآن. من بعضی موقع میگم شک میکنم، میگم خب بختیاری نیستن، پس چرا فلان خواننده خوزستانی اندازه من که نه نصف کارا من انجام نداده، ولی ماشاءالله همش هم کی کمک کرده؟ خود مردم حمایتش کردن. ولی نه آقا، کدوم خواننده بختیاری الان 50 تا خواننده داریم، خوبه؟ کدوم خواننده بختیاری آلمان، ژاپن، کانادا، شوروی، فرانسه 4 سال فستیوال جهانی کدومشون اجرا داشتنه؟ کدومشون قومش اینقدر تونسته در این کشورها بگه آقا ایل بختیاری اینه؟ تمام این کشورها من رفتم گفتم ایلم، قومم، فرهنگم اینه. ولی خب اونا کجا، من کجا؟ من خیلی عقبم، ولی زحمت من بیشتر کشیدم. اصلا دیگه دلم نمیخواد بخونم به خودم، سرد شدم، اصلا دیگه روی خوندن رو ندارم. اصلا اونا رو میبینم، خودم رو میبینم، میگم کجای کار میلنگه خدا. من که اول اومدم هی دست مردم رو گرفتم، گفتم ببین پسر سیگار نکش، باید بیای کشتی فلان بشی، بیا زورخونه میل بزن فلان کو بیسار شو. از اونجا دیدیم که باخ 8 گرو 9 اومدیم اینجا هم یه دفعه میبینیم برنامه‌مون اینجوری شده. خب ما که دست گرفتیم، پس یه بارم یکی دست ما رو بگیره. ما به خدا هی دست گرفتیم، هی کمک کردیم. من در خدمت شما هستم. خیلی گفتم. عزیز هستیم، دل پردردی داریم. خیلی گفتم، ببخشید. اگر توی آهنگای بختیاری بخواید یکی رو الان برامون بخونید که از نظر احساسی با اون ویژگی های ایلتون ارتباط خیلی صمیمی برقرار میکنه و خیلی دوستش دارین، کدوم آهنگه؟ ببین اگه بخوایم حساب بکنیم که الان امشب نمیشه عشق لو رو برات اجرا بکنم. عشق لوره. چرا نمیشه؟ تو کرای مؤثیر رو عشق لو، خود تصنیف عشق لو خیلی جالب، خیلی هم بده میشه. الان نمیتونید اجرا کنید؟ شرایطشو ندارین؟ یه بیتشو برات میگم. ممنون. بیا. تو که ردی مؤثیرم، هر نیایی مایی میرم، بیا تا ببینمت ما به قربون ننومت. تو قشنگی چی بهار عزیزم یا وادی ای جان ای جان ای جان. وی صدای قر فولادی میآید، صدای دلبر جونی میآید. بیاری نشکر با مغز بادم، وی که دلبر مهمانی. ای دا بگو درد یارم بخوره این جون زنگل امیرم، ای دا بگو بی نگو پریسا تش کرد به من. باشه من اکثر کارمال خودم. بسیار عالی، لذت بردیم. چه ویژگی توی ایل بختیاری شما رو بیشتر به سمت موسیقی میکشه؟ صاف بودنش، یه رنگ بودنش، خاکی بودنش. سعی کردین تو اجراهاتون اینو داشته باشید؟ داشتم.
واقعا داشتم. خاکی بودم، چیزی نشدم و به جایم نرسیدم. یعنی خاکی نبود. تنها خواننده‌ای که هیچ غروری نداره. اینا رو میتونیم بپرسی از خود خواننده ها، هرچی بگم من قبول دارم. آقای اسدپور من قبول دارم. بیش از حد قبولش دارم، بیش از حدم دوستش دارم. خاکیم، ادعا ندارم. و پیش خودم هم فکر میکنم زیاد خوب بودنم، خودم رو هیچ نگرفتم، ساده بودنم همین زمینم زد. اگه کمی خودم رو گرفته بودم، یه کمی برای خودم کلاس گذاشته بودم و هر کس خواست به راحتی پیدام نمی کرد، وضعیتم خوب بهتر بود. ولی من خاکی بودم، همین بودم، ساده بودم، هرچی بودم گفتم اینه. خیلی این حرف رو میزنن، نه فقط تو مسیر حالا هنریشون، حتی تو مسیر زندگی به این باور میرسن که آدم باید یه مقداری خودش رو بگیره به عالم. شما موافقین با این؟ بله. من بهش رسیدمه که میگم بله. واقعا من بهش رسیدمه این مسئله را. تنها خواننده‌ای که بپرس بازم اینا که میگم همه با مدرک، تنها خواننده‌ای که الان روی سم میره پلی بک نمیخونه 35 سال منم. من هنوز پلی بک نخوندم هیچ وقت. هر مجری که اومد گفت آقای فاضل اومده غیر از تلویزیون، میدونی تلویزیون قبول نداره. بله. تلویزیون قبول نمیکنه هیچ خواننده ای را. ولی اجرایی که من الان اصفهان، شهر کرد، فرخشهر، بروجرد من دارم که دیشب برنامه داشتم، پریشب برنامه داشتم، پس فردا برنامه داشتم، فردا من اردل برنامه دارم برای دانشگاه علوم پزشکی، پلی بک نمیخونم. میزنه زنده، من میکروفون دستم میخونم. مریضم، نه صدام نمیاد، نه صدام گرفته، نه. هر موقع که میکروفون بدید دست من، ارکستر شروع کنه به زدن، 10,000 جمعیت هم که نشسته من زنده اجرا میکنم. بسیار عالی. هیچ اهل غرور و تکبر و نه الان نمیتونم، نه آب گرم بیاری تو آی بگیر، آی ببنده تو، نه. همین هم اشتباهه میگم، ولی همین هم اشتباهه. بله، نباید اینقدر خوب باشی تو زندگیت، اینقدر ساده باشی تو زندگیت، اینقدر خاکی و بدون آلایش باشی. من چوبشا خوردم، کسی چوبشا نخوره. و خواهش میکنم هر کس شروع میکنه به خوندن، شغل دومش بذاره برای خوندنش. برای سادگی همه جا هم بد نیست و بد آموزی داره. نه خدایش همینجا چوبشا میخوره. شک نکن، شما گوش نکنید. اما واقعا انسان اگر سادگی و صداقتش رو از دست بده، خب خیلی چالش‌های بیشتری به وجود میاد. همین الان هم توی عرصه‌های مختلف، چه هنری چه غیر هنری، الان خیلی معترضن که اصلا سادگی و صداقت از بین رفته. شما خودتون قبول کردید که آدم بعضی موقع خوب خودشو بگیره. نه من سوال پرسیدم. نه فرمودید. درست. آقای فاضلی جدم بده. امشب میخواد حرف تو دهن مجری بذاره. حرف ما تایید کرده بودی، این خوبه. حرف ما رو تایید کردی و واقعا هم همینه. بعضی موقع هم خوبه. من اومدم یه خامه آوردن گذاشتن اینجا، درست؟ خامه آوردیه برداشتم خوردم. حالا شرمندتم، من صدام میگیره نمیتونم. این درسته، نه اون که من برداشتم خوردم. اینا که میگن با مدرک و من چوبشو خوردمه، 60 سال من چوبشو خوردم. نه آقا، نه واقعا آبم که برات میارن یه دفعه نکشید لیوان سرت، چون که مشکل میشه. خدا حفظتون کنه. امیدواریم که همیشه همین سادگی و صداقتی که میفرمایید باشه. دیگه چیزیش نمونده. دوباره 60 پر شد قربونت. اگر نریمان فاضلی خواننده نمیشد چه شغلی رو انتخاب میکرد؟ چه مسیری رو میرفت؟ کشتی. به خاطر جواب مطمئن باش اگه دعوتمون نمی‌کردن بریم اونجا و کاستی و فلان بشه و دعوتمون نمی‌کردن برای اجرا،
که بعد مقام بیاریم مطمئن باش من هنوز کشته میگرفتم. یه جور بار اومده بودیم. بسیار عالی. صحبت از موسیقی محلی شد، صحبت از نسل جدید شد. یه مرثیه خوانی هست توی ایل بختیاری که معمولا خانوما خب میخونن و خانم‌های سن بالا، گاگیری و اگر به زبان محلی درست بگم، اما مد شده که آقایون هم این کارو میکنن. چقدر با این موضوع موافقید؟ اصلا نظرتون چیه؟ ببین گاگیری که بختیاری زنا میخونن، بله، برای زنا میخونن، نمیگن که برای مردا بخونن. ما داشتیم از قدیم، من بچه بودم 8 سالم بود 7 سالم بود الانم همون برنامه رو داریم، ولی زنا برای زنا دارن میخونن. با خوندن آقایون موافقید؟ آره، ولی با قیمتشون نه. بله، با خوندنشون نه. و به ما موقعی که میخوایم شکار بکنیم آهنگ داریم براش. موقعی که عزیزی از دست میدیم، بله، مثلا بذار یه بیت برات بگم یادم بیاد. دا 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 ای دا 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 آسمون به مخوشه نامردون به قائلی کجا رد نو پیاین خوکومون خدا جاسون من دخوالی دا کجا ردن او پیاین خوکومون خدا جاسون من دخوالی. ای گاگیری ما، ای گاگیری بختیاری. بسیار عالی. مگه میشه ببین ما آهنگ برای شادیمون داریم، برای عزامون داریم، برای ایلمون داریم، برای خانمون داریم، برای بزرگمون داریم، همه چی داریم. موسیقی ما خیلی جا داره، یعنی بیش از حد. ما خان داشتیمه که خدا داشتیمه، فرقی کنه، برای همه چی ما داشتیمه. یا مثلا یه اوگاگیری بود برات خوندم که عزیزی فوت میکنه. حالا موقعی که مثلا عروس ها میارن، عروس ها میخوان بیارن، به قول معروف اینا خانومه هم اجرا میکنن. درست. مثلا های بیاین بریم به گردباری ای گل او هی گل سینو بهی گل نو دوبا های تا ببین خیرز یک نه ای گل سی بریم دست به دعا. همه هم او هی گل. بله. یکی خواننده گو، یکی هم به قول معروف جمعیت میگن، یا خانوما جواب میدن، بیشتر پشت سر عروس دست میزنن و میان میگن که ما برای همه چیمون داریم. نه، هیچ محدودیتی از محدودیتی نداره. مگه میشه یه بزرگ ایلی بمیره یه خواننده نداشتیم براش بخونه؟ اصلا نمیشه. این صدا به فرزندانتون هم ارث رسیده؟ نه خدا را شکر. چرا با اینقدر دل پردر؟ نه والا نه. دوست نداشتین؟ من یه روز خونه بودم دیدم پسرم رفته حمام داره میخونه، با مژ زدم به در، گفتم چه کار داری میکنی؟ گفت چرا بابا چرا؟ گفتم چه کار داری میکنی؟ گفت دارم میخونم. گفتم غلط کردی نخون. بابات خون بس، تو دیگه نمیخوای بخون. یعنی از من بیشتر میخوای کشور بری؟ از من میخوای بهترین بشی؟ نه بابا. الان میبینی که وضعیت باباته، پس بهتره درس تا بخون. یه نقدی که به آهنگای محلی میشه اینه که میگن خیلی تکراریه، یعنی انگار هی بازخوانی میشه یا خلاقیت نداره. نظرتون چیه؟ موافقین؟ نه. مگه میشه؟ درباره خودتون نه، کلی. نه کلا من میدونم، کلا نه. با سازهای مختلف اجرا میشن، واقعا قشنگتر هم میشن.
منظور اشعاره. اشعار معمولا بازخوانی میشه ولی به سبک‌های مختلف. به سبک‌های، آره. و شما موافقین با این کار؟ آره من موافقم. اینی نداره که هر کسی دوست داره یه جور اجراش کنه این شعرها. اونی هم که اجراش میکنه با سوز دل خودش اجراش میکنه. حالا که کنتر اجراش میکنه که تندتر اجراش میکنه، نباید اینی باشه. و شما رو بیشتر به همین آهنگای نوستالژی میشناسن، درسته؟ بله. یکی از اون نوستالژیا خاطر انگیزای ایل بختیاری رو که خودتون هم دوست دارین، مردم هم خیلی باهاش خاطره دارن، برامون بخون. دای قربونه بوی دایی برام، با خدا گل دختر اسبی. دای خریدم بوی هفزر جرمن، ای بوم هنیم کم اسبی. یار دای نه بوم نه تیام نه کسام نه حالوم نه. یار دای نه دای نه دای نه. موقعی که ما جوان بودیم عاشق بودیم، اینو من خودم ساختم یه آهنگ. روزی هم که رفتم به قول معروف خواستگاری، موقعی که بله را گرفتم اینو براش اجرا کرد. همون موقع عاشق شده بودیم. عاشق شده بودم و همینم براش خوندم. دای جونم نه بهوم نه تیام نه کسام نه حالوم نه. یار دای نه بهوم نه تو یار خیلی همه را زدیم دنبر کرد. توی آهنگای بختیاری، حتی تو آهنگای شادشون یه رگه غم باز هست، درسته؟ دارم. چرا؟ دارم. این موسیقی ما یه غم خاصی هم داره. چطوری بگم؟ دیدی یه بار مثلا یه چوپونی داره میخونه برای خودش، بله، ولی آخرش یه سوز خاصی داره. من این سوز خاصش رو من میگم مال او، چی بگم، خب میدونی ایل بختیاری غیرت خاصی داره رو خیلی چیزا. ما حساسیم، شاید توهین به هیچ قومی نمی کنم، شاید بعضی از قومیت ها رو اون مسئله اینقدری که ما حساسیم اون حساس نباشن. صدامون هم همین جوره، یه سوز خاصی بله تو صداها هست، تو آهنگامون هست. شادمون هم همون جوره. شادم که داریم اجرا میکنیم یه لرزش خاصی بازم همون هم داره. توصیه‌تون به نسل جدید که میخوان وارد این عرصه بشن چیه؟ من یه بار خدمتتون عرض کردم، یه بار نه 10 بار که نیان؟ نگفتم بیان، ولی شغل دومشون باشه. فقط همین؟ آره. از نظر آکادمیک چی؟ اونی که باید خیلی، من اونا نمیگم چه کار کنن. چرا؟ چون که او آقا اگه منظورتی باشه که او یه پسر بختیاری اگه میخواد بیاد، او خونش همون بختیاری بودنش، اینا بدون که میخواد شروع کنه کفایت میکنه برای شروع. براش همون تعصب خاصی که داره میشه. مثل که بیای بیبی مریم یه تصنیف میخواد برای اینا، مطمئن باش او پسر من اگه خواست شروع کنه به خوندن، اولین تصنیفی که باور کن بخواد اجرا بکنه بیبی مریم اجرا میکنه. چرا؟ چون که اینا همه تو خون ما هستن. یا آهنگا مندری شیر علی مردم، همه آهنگامون هر کدوم ما بخوایم میگیریم یکی از اون که قشنگتر و ریشه دار و با اصالت تر. بسیار عالی. در پایان یه آهنگ دیگه ما رو مهمون کنیم. کدوم آهنگا بخونم آقا؟ آقایون تصمیم بگیرن آهنگ آخری را. آهنگی که داشت پخش میشه تو دوزیکو آهنگ قشنگی لطف داری دست بزنن طوریه؟ نه
دست بزنن یه دست همراهی میکنن هم. بله همراهیتون توزکو بیو بلم موزه برفدو موزه برفدو هر دومون سعوده دلیم هر دومون سعوده دلیم با یک خوریم او با یک خوریم او دیام تو بیو کوچ بکنیم بیبریم به مال خمون عزیز تو بیو کوچ بکنیم بیبریم به مال خمون بیبریم به مال خمون همه نیماری زنه همه نیماری زنه مونسی امار همه نیروزی زنه همه نیروزی زنه مون شویتار دیام تو بیو کوچ بکنیم بیبریم به مال خمون از تو بیو کوچ بکنیم بیبریم به مال خمون. بسیار عالی لذت بردیم ممنونیم از شما. در پایان صحبتی هست که عزیزی دلتون بخواد با من مردم خیلی صحبت کردم و مردمم گرفتم من دردم چیه به قول خمون لورا مرضم چیه فهمیدن و به هر صورت در خدمت هم هستونه عزیزین خیلی لطف کردین قربونت تشریف برم. آوردین لطفاً لوحو بدیم به رسم یاد بود از طرف کافه هومسا این لوح تقدیم شما خیلی لطف کردید افتخار بود قربونت برم خیلی لطف کردین عزیزی، اومدین دعوت بزرگوارید ما رو پذیرفتین امیدوارم که وظیفه همیشه بود. سایتون بالا سر این موسیقی محلی باشه لطف دارید و با افتخار ما یک بار هرچند دیگه که خدمتتون باشیم ما در خدمت شما هستیم هرچند که حمایت هم نکنم بازم در خدمت هست عزیزی خیلی لطف ما بختیاری هستیم و تا آخرش هم در خدمت قوم بختیاری هستیم بسیار عالی باعث افتخار ممنونم بفرمایید بسیار ممنونیم از شما مخاطبای عزیز که با ما همراه بودین تا قسمت بعدی برنامه گفت و لفت روز و روزگار بر شما خوش خدا نگهدار